Halime rahmat. Beton ha? Mehmonsuda. Ko'p, ko'p. Nasıl metro mu hazır? Ha?
yomon uradi. Televizor. Öyle gidiyor işte. Basit azamat statmış böyle hükümet. Başkalar, okey. Başkalar. uchrashuvda hisob ochildi. To'p muallifi 9-raqamda o'ynayotgan Anvar Norqulov.
yaxshi o'ynayapti Jamshid.
gol. Sport jurnalistlari diqqatiga. Bugungi uchrashuv tugagach, ikkala jamoa rahbariyati ishtirokida matbuot anjumani bo'lib o'tadi. Anjuman stadion ma'muriy binosining majlislar zalida o'tkaziladi. O'zbekiston Respublikasi Futbol Federatsiyasi matbuot xizmati.
tarkibida darvozabonlar almashtirildi. Maydonni tark etgan birinchi raqamda o'ynagan Nasim Baratov o'rniga maydonda 16-raqamda Bosir Qodirov tushdi.
tark etayotgan 10-raqamda o'ynagan Igor Shkvirin o'rniga maydonda 17-raqamda xizmat ko'rsatgan sport ustasi Azamat Abduraimov harakat qildi.
tark etgan 14-raqamli Inom Karimjonov o'rniga maydonga 7-raqamda Shavkat Ibrohimov tushdi.
o'tgan 9-raqamda o'ynagan Carlos Anderson o'rniga maydonga 14-raqamda sport ustasi Dilmurod Nazarov tushdi. Muxlislari, Xo'jand va Paxtakor jamoalari uchrashuvlari g'olibi oktyabr oyida Turkmaniston va Qozog'iston kubok egalari g'olibi bilan o'ynaydi. Demak, Turkmaniston sharafini Ashxobod, Qozog'iston Qaysar jamoalari maydonga 15-raqamda Sobir Qodiyev tushdi.
مامور بگ انور شکورов احسان یلداشев از یکی میگذارد از سمت راستی میدان هجوم کرده شده است ضربه زد ولی احسان توپ را به میدانچه جریمه کردن نتوانست پاویل بوگال سراسمانه شده از نزد دروازه خود توپ را به باز می‌دارد حساب 2-1 در صف پیش فوتبالبازان دسته پختکار آنها غلبه کرده شدند و از این رو باز افضلیت در طرف آنهاست آتابک پیرماتov هجوم کرد انور نارقولov توپ را صاحب نشد شهرت عمرov ولی روشن مرافیف من حالا اردبایف اشاره میکند که روشن مرافیف در وقت گرفتن توپ قاعده بازی را ویران نموده است حالا میرجلال قاسمov توپی جریمه میزند تخمینا از نیمه میدان توپ را به شیرشاف روان میکند شیرشاف توپ را به بک پیرماتov اکاپیانس روشن مرافیف توپ را من ضربه خوشبختانه ضربه میرجلال قاسمov به یکی از بازیگران خوجنبر کرده سمت خود را دیگه عوض نمود فخردین شریفov جامی خان احسان مامور بیگ نظرov یکی رافری میداد او در با میدان جریمه نزدیک میشه افسوس از وضعیت خیلی هم خلای مامور بیگ نظرov استفاده کردن نتوانست حالا در هیئت دسته پختکار باز یک بازیگر تحت رقم 15 صابر خادیف برای به میدان برآمدن تیار می‌بیند مامور بیگ نظرov چند دقیقه 10 دقیقه پیشتر از انجام بازی امکانیت 100% را از دست داد افسوس می‌خوریم افسوس صابر خادیف اندری اکاپیانس را عوض نمود شوکت با دستش توپ را باز به مامور هوا داد ولی مامور سستی کرد و به توپ صاحب نشد فخردین در احاطه 3 نفر انور نارقولov احسان در احاطه 2 نفر 3 نفر بود و توپ را طبیعی است که از دست داد طالب روشن مرافیف توپ ناخواست به دست روشن برخورد و داور عزیز من حالا از این نقطه باری 4م 5م است که میرجلال قاسمov توپی جریمه میزند توپ را به دستش بود ضربه سختی عظمت عبدالرحیمov ضربه های سخت این بازیگر به مخلصان معلوم است عظمت عبدالرحیمov چند سال مقدم در هیئت دسته پامیر دوشنبه هم برآمد کرده بود من افسوس که روشن خطاگی خود را عوض کرد روشن خطاگی را اصلاح کرد با عوضی توپ جریمه‌ای عوض کرد به اعتنای بازی کردن توپ را نه به نیمه میدان حریف زدند بلکه توپ به بازیگر دسته پختکار عظمت عبدالرحیم برخورد و وی میتوانست که با دروازه‌بان 1-1 برآید ولی بعد مبارزه های شدید من دورتر تخمینا 18-19 متر دورتر از میدان از دروازه
میرجلال قاسموف در زدن چنین توپ‌های جریمه‌ای خیلی هم استاد است. مخلصان فوتبال نه یک بار و دو بار ضربه های او را از این نشان ضربه خوشبختانه ضربه میرجلال قاسموف از میدان بیرون شد. میرجلال قاسموف چند سال در هیئت دسته الانیا برآمد کرده بود و من حالا هجوم های نوبتی صاحبان میدان حالا من باز توپ را مهمانان به میدانچه جرمه هوادن با توپ عبدالرحیم عظمت عبدالرحیموف بود ولی روشن نگذاشت که عظمت از امکانات قلای استفاده کرده از مسافه نزدیک ضربه زند. فخرالدین شریفوف توپ از میدان بیرون شد. در هیئت دسته خوجندیان باز یک نفر بازیگر منصور حکیموف برای به باز در آمدن تیار می‌بیند. خوجندیان باز در نیمه میدان خود قاعده بازی را ویران نمودند. عظمت عبدالرحیموف توپ را به استرلسوف فخرالدین تا انجام بازی همگی 6-7 دقیقه وقت مانده است. باید که از این خوجندیان از وقتی باقی مانده خوجندیان باید که استفاده برند. اقلا حساب را باید برابر میکردن به فایده فوتبال بازان ما میشد. باز یک توپ برای به مرحله دیگر گذشتن به خوجندیان چون آب و هوا ضرور است. هجوم نوبتی ضربه من حالا بازیگر رقم 15 آنها صابر هادیف از امکانات خیلی هم قلای استفاده کرده توپ سیم را وارد دروازه خوجند نمود. در این لحظه واسط قادروف به علاج بود. در این لحظه ها دروازه‌بان به همدسته های خودش یاردم کرده نتوانست. سرعت هجومی خود را خوجندیان سست نمودند. محافظتگران زود به خطاگی ها راه دادند و نتیجه من توپ سیم وارد دروازه شد. من حالا برای به بازی برآمدن به جای جامی خان محیدینوف که خیلی مانده شده است و چند مرتبه لط خورده بود، به جای جامی خان محیدینوف به میدان تحت رقم 13 منصور حکیموف برآمد. حساب 3-1 5 دقیقه پیش از انجام واخوری حساب 3-1 با توپ استرلسوف احسان یلداشف توپ را به شوکت روان کرد. روشن از سمت چپ میدان به نیمه میدان حریف گذاشته میشه. توپ را به منصور روان میکند. روشن منصور شهرت عمرف توپ را به مامور روان کرده نتوانست. هجوم نوبتی پختکاری ها توپ از میدان بیرون شد. باید روی راست گفت که در واخوری امروزه انور نارقلوف
چون در واقعی گذشته مهارت خود را نشان نداد، نتوانست که من نهایت خیریت که داور برجی تخمینا 10 متر پیشتر گذشته بود. اگر به این هم بیرقچش را بالا نمیکرد نمیدونیم آن وقت چی میشد. احسان انور شکورов البته در احاطه چنین مخلصان زیاد، بیشتر از 50,000 نفر مخلصان فوتبال بازان دسته خوجند، من در یاد ندارم که فوتبال بازان دسته خوجند در چنین ورزشگاه در احاطه چنین مقدار زیادی مخلصان با یگان دسته هنرنمایی کرده باشند. با این همین هم ما به فوتبال بازان دسته خوجند برای بازی خوبشان با چنین دسته نامدار، با دسته پختکار که در هیئت آن 6-7 نفر اعضایان دسته منتخب جمهوری ازبکستان برآمد میکنند، حتی شهروند برزیلگی برآمد میکند کارلوس اندرسون و همچنین دسته پختکار را ترینر 44 ساله برزیلگی مشق میدهد. همچنین ویگا دا سیلوا شهروند برزیلگی سرترینر 44 ساله برزیلگی دسته پختکار را مشق میدهد. همزمان ویگا سرترینر دسته منتخب جمهوری ازبکستان است. در هیئت دسته پختکار بازیگران بهترین جمهوری ازبکستان گرد آورده شدند، گویم خطا نمی کنیم. با فوتبال بازان دسته خوجند باز یک گل لازم است. اگر حساب 2-2 مساوی انجام می‌یافت، این امکان میداد که فوتبال بازان دسته خوجند به مرحله دوم گذرند از روی نتیجه 2 واخوری. ولی حالا باز عظمت عبدالرحیمов توبی جریمه ویزد. میرجلال قاسیمov توبی جریمه ویزد. باز حالا استرلسوف توب را با دستش به عظمت عبدالرحیم هوا کرد، روان کرد. میرجلال قاسیمov، شیرشوف، نیکلای شیرشوف. من حالا باز یک نفر بازیگری ما روشن معروفیف سخت لط کرده است و به او یاری طبی رسانده می شود. اردبایف اکنون اشاره همکسب خود را دید و طبیبان با روشن معروفیف که در واخوری امروزه خیلی هم خوب با تمام هستی بازی کرده شده است، یاری تجلی طبی رساندن و من باور دارم که روشن بازیگری با اراده است و به میدان می براید. در این لحظه صاحبان میدان توپ را با دستش به باز آوردند. طالب عثمانوف توپ را زده دور کردن نمی شود. احسان یلداشف، ولی ضربه احسان نه چندان سخت بود. نیکلای شیرشوف از سمت چپ میدان هجوم راست میدان هجوم کرده است. انور نورقولوف توپ را خواست که به فخرالدین روان کند، با فخرالدین با توپ، ولی فخرالدین توپ را به منصور روان نکرد. من در نتیجه توپ را خوجندیان از دست دادند. من
یک بار 3 نفر بازیگران دسته خوجند غیر بازی در حالت نابازی ایستاده بودند. من این دفعه نهایت پشتکی اردبایف بلند شد در نیمه میدان نسبت مامور دغلانه بازی کردند. احسان یلداشев برای زدن توپ تیار می‌بیند. ضربه احسان ضربه سخت زد و میتوانست که پستر زند ضربه او نشان رس است، ولی ضربه خیلی خطا خورده بالاتر از بالاشیب دروازه از میدان بیرون شد. حالا طالب عثمانوف توپ را به شوکت ابراهیمov، ولی شوکت به توپ رسیدن نتوانست، توپ از میدان بیرون شد. بختیار قنبرعلیف 3 نفر با 3 نفر فوتبالبازان دسته پختکار در حالت غیر بازی ساده بودند. طالب عثمانوف توپ را به احسان روان میکند. احسان از یکی گذشت، توپ را به شوکت روان کردن نتوانست. من حالا بار دویم است که گلمراد نظرف را گویا که محافظتگران صاحبان خوجندیان زده از پای غلطاندند و توپ جریمه‌ای 11 متر تعیین میکند. داور توپ جریمه‌ای 11 متر کند. این توپ جریمه‌ای 11 متر است که به سوی دروازه خوجندیان از طرف داور اردبایف تعیین کرده می شود. که 2 نفر فوتبالبازان دسته خوجند در حالت غیر بازی ایستاده بودند. برای زدن توپ جریمه‌ای 11 متر میرجلال قاسموف تیاری می‌بیند. استر بیا جای خالی یا برای زدن توپ جریمه‌ای 11 متر این دفعه هم میرجلال قاسموف تیاری می‌بیند. میرجلال قاسموف و دروازه‌بان واسط قادروف. ضربه میرجلال قاسموف توپ چهارم را وارد دروازه خوجند نمود. 4-1 در صف پیش فوتبالبازان دسته پختکار. این البته غلبه است. 4-1 همگی 2-3 دقیقه پیش از انجام بازی. من حالا ازم نظر قریب بود باز با دروازه‌بان 1-1 برآید. در واخور امروزه داوران کار خود را کردند. 2 مرتبه به سوی دروازه خوجندیان ضربه های جریمه‌ای 11 متر تعیین کردند و این هم تأثیر خود را به بازی گذاشت. فخرالدین شریفوف در نیمه میدان هم دستهای خودش را میجوید، ولی به توپ میرجلال قاسم رسیده میگیرد و صدای هشتک داوری واخور امروزه اردبایف قربانبیک از جمهوری قزاقستان بلند شده فوتبالبازان را از انجام بازی آگاه نمود. حساب واخوری 4-1 در صف پیش فوتبالبازان دسته پختکار. از روی نتیجه 2 واخوری فوتبالبازان دسته پختکار به مرحله دیگر در واخوری برای دریافت جام مملکت‌های آسیا راه خط گرفتند.
بیشتر از 50,000 مخلصان دسته خود را دستگیری کردند و دستگیری آنها چنین نتیجه داد. حساب 4-1 در صف پیش فوتبالبازان دسته پختر گل جوابی را از دسته خوجندیان انور نارخلوف زده است.